سرخط مهمترین خبرها: رد و بدل ضدی هم میان وزارت‌های امور خارجه تاجیکستان و قرقیزستان. نرخ بلیط از مسکو به دوشنبه 10 برابر قیمت شد. و مقامات گفتند منزل‌های ضرر دیده از مناقشه مرزی را بنیاد می‌کنند. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز 23 سپتامبر است. وزارت امور خارجه تاجیکستان گفته است از تعقیب و فشار و زورگویی به تاجیک تباران و شهروندان تاجیکستان در جمهوری قرقیزستان بسیار نگران است. در بیانیه رسمی وزارت کارهای خارجه از 22 سپتامبر گفتند جانب قرقیزستان قصد دارد بیشتر از 500 دانشجوی تاجیک را از دانشگاه‌های ولایت اوش براند. وزارت میگوید پیشه کردن تعقیب شهروندان تاجیکستان و تاجیک تباران نتیجه معرکه فراگیر دشمن تراجی است و مقامات قرقیزستان باید به این تبعیض خاتمه بخشند. وزارت کارهای خارجه قرقیزستان باشد به این اظهارات واکنش کرد و گفت که نسبت تاجیکان هیچ فشاری نیست و با اعتراض قطعی تاجیکستان را به دوباره خللدار کردن صلح به گفتهشان شکننده عیبدار کردند. وزارت امور خارجه تاجیکستان همچنین از امنیت دیپلمات‌های تاجیک در بیشکک نگرانی کرده گفته است که شام 18 سپتامبر یک فرد ناشناس سعی کرده است در قرارگاه سفیر تاجیکستان را در قرقیزستان بشکند و داد و فریاد کرده در حق تاجیکستان ناسزا گفته است. فرمان ولادیمیر پوتین برای سفربر کردن افسران احتیاطی به ارتش نرخ بلیط را از مسکو به دوشنبه 10 برابر زیاد کرده است. صبح 23 سپتامبر در چند نقطه بلیط فروشی دوشنبه گفتند برای روزهای نزدیک از مسکو به دوشنبه بلیط ارزان ندارند. در یکی از نقطه های بلیط فروشی شهر دوشنبه به رادیو آزادی گفتند نرخ بلیط مسکو دوشنبه برای 25 سپتامبر 25000 سومانی و یا حدود 150000 روبل است. در نقطه بلیط فروشی یکی از شرکت‌های روسی در دوشنبه نرخ بلیط برای 24 سپتامبر را 17000 سومانی گفتند. این در حالی است که تا روز 20 سپتامبر نرخ بلیط از مسکو به دوشنبه از 1800 تا 3000 سومانی بود. به نوشته کاربران فیسبوک اساساً آنهایی از روسیه به تاجیکستان فرار کرده ایستادند که سالهای پیش شهروندی روسیه را گرفتند و حالا می‌ترسند که آنها را به جنگ می‌برند. بیننده عزیز لطفاً توجه کنید به یک آگهی. بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد نوید بامدادی ساعت 9 صبح به وقت دوشنبه و ساعت 7 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزادی بمانید. پس از تقریباً یک هفته مناقشه خونین در مرز تاجیکستان با قرقیزستان برای عائله‌های ضرر دیده امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان کمک ارسال کرده است. کاروان کمک ها روز 22 سپتامبر به چند منطقه مرزی رسید و مردم تصمیم دارند که به ساختمان خانه هایشان شروع کنند. فرزان محمدی در این باره از جماعت چارکوه گزارش می دهد. یاسمان یک هفته باز نه مشغول بازی است و نه بازیچه دارد. حوله عائله مقصودوف صبح 16 سپتامبر سوخت و همه خانه و چیز و چاره این خانواده خاکستر گشت. رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده به این و دیگر عائله ها کمک های را می رساند که از دوشنبه به اینجا رسانده شدند. این عربت هم سیزانی هم تمامش 5 ساعت بازی خدا دا ما پهلو تمامی جناب عالی سپارش دادن ما پهلوی کنده. در 2 محله سامانیان بیشتر از 20 حوله پره نابود شده یا قسما آسیب دیدند. هرچند مسئولان هنوز حجم و درجه عمومی ضرر را معین نکردند و در این باره رسما معلومات نمیدهند، به ضرر دیدگان کمک تقسیم میکنند. در این حوله 3 عائله زندگی میکنند. 32 ساله اونچه که همین جمع کرده بدم انا همینجا به صاف کردیم هم باید سوخته من ادو شد. یگان چیز مودگیش نیست. 3 عائله زندگی میکنه. من با 2 فرزندم خطی با هم عائله 2 خرد بیری و کلینده هم همش همینجا بود. این خونه هایی که ما ساختگی بدیم خونه های قدیمه بود. خدا خود من اینها همش وعده کرد زمانوی کرد خدا خود میتیان ما هم خدا خود در حق و دعا میکنیم ما من ندو ما یگان خیر افتاده نیست.
روز 22 سپتامبر کاروان کمک‌ها از نام امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به جماعت چارکوی اسفره رسید. در خبرنامه رسمی گفته می شود که کمک‌ها از 500 تن سمنت، 220 متر مکعب تخته، 5000 دانه شیفر، فنر و گیپسکردان 1500 متر مربع، 5 تن میخ‌های گوناگون، 500 متر مربع شیشه، 10 تن انگشت، آرد، روغن، برنج و شکر عبارتند. مقامات از نام پرزیدنت رسیدن این یاری‌ها را تاکید می‌کنند. آن هم در حالی که پیام ندادن و شخصا تعزیه بیان نکردن رهبر تاجیکستان سوال برانگیز شده است. مقامات هر دو طرف نگرانند که آیا تا رسیدن سردی‌های زمستان خواهند توانست مردم آسیب دیده را با منزل و مواد نیاز اول تأمین نمایند. رئیس ولایت سوخت در این بابت ساکنان را دلپور میکند که یاری دولت دوامدار خواهد بود. سمنت، شیفر، آرماتور، تخته، حتی میخ، خیش، کم چی لازم باشد امروز دسترس شده ایستاده است. تمام امروز مردم آسایشته که از همین آسیب دیدن، خانه‌شان را ویران کردن، سوزاندن، ما زودتر حرکت داریم با دستور سپارش‌های جناب عالی به زندگی آسایشته برگردانیم، خانه‌شان را برقرار کنیم و شرایطشان را بهتر کنیم. با همه میتونیم که همین زمستان تا ماهی همین وای زمستان رو پورا براریتون فهمیدید؟ همش آمادگی حاضر روی خط میکنیم. در پی درگیری‌های مرزی 14-17 سپتامبر در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان ده‌ها خانه ولنگار و صدها نفر بی‌خانمان گشتند. ساکنان حالا در خانه خویش و تبار یا اجاره زندگی میکنند. فرزا محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره. سفارت تاجیکستان در روسیه از مهاجران خواسته است از شرکت در جنگ‌های خارجی خودداری کنند. این دعوت پس از آن صدا داد که مقامات روسیه به مهاجران وعده دادند که در عوض خدمت در ارتش روسیه می توانند به طور آسان شهروندی آن کشور را صاحب شوند. سفارت تاجیکستان در روسیه روز 22 سپتامبر در یک خبرنامه گفت اشتراک در عملیات جنگی در قلمرو دولت‌های خارجی مطابق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان جوابگری دارد. خبر دعوت مهاجران به ارتش روسیه و احتمال به جنگ اوکراین فرستادن آنها در میان مهاجران تاجیک نگرانی ها را به میان آورده است. دسته منتخب فوتبالی تاجیکستان در بازی نهایی مسابقه 48 بین المللی جام شاه 2022 که روز یکشنبه 25 سپتامبر در شهر چیانگمای تایلند برگزار می شود با تیم ملی مالزی بازی می کند. یادآور می شویم که دسته منتخب فوتبالی تاجیکستان در بازی نیمه نهایی این مسابقه بین المللی که روز پنجشنبه 22 سپتامبر در شهر چیانگمای تایلند برگزار گردید تیم ملی ترینیداد و توباگو را با حساب 2-1 شکست داد و به فینال راه یافت. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان می کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 23 سپتامبر را فرا می گیرد. 23 сентябри соли 1991 дар авҷи интиқоду маҳкумиятҳои раиси шӯрои олӣ Қадриддин Аслонов барои мувофиқаташ бо тасмими кандани ҳайкали Ленин аз маркази Душанбе аз мақомаш истеъфо дод ва ба ҷои ӯ Раҳмон Набиев интихоб шуд. ноябри он сол дар Тоҷикистон нахустин интихоботи президентие баргузор шуд ки онро воқеиву серномзад меноманд ва дар он Набиев президенти Тоҷикистони соҳиби истиқлол интихоб гардид. 23 сентябри соли 2010 созмони мамнӯи ҳаракати исломии Узбекистон масъулияти ҳамла ба корбони вазорати дифои Тоҷикистонро ба дӯш гирифт. дар ҳамлае ки 19 сентябр рух дод 25 сарбози артиши Тоҷикистон ба қатл расид. мақомот ин ҳамларо кори дасти Мулло Абдулло ва Алии Бедакӣ фармондеҳони собиқи мухолифон эълон карданд ва амалиёти пурра хунсо кардани онҳо то баҳори соли 2011 идома кард. 23 сентябри соли 2011 Тоҷикистон гуфт интиқоли нерӯи барқ ба Афғонистонро шурӯъ мекунад. интиқоли барқ тавассути шабакаи баландшиддати Сангтуда Полихумрӣ ба роҳ монда шуд ва Душанбе гуфт ки Афғонистони ҳамсояро то фасли сармо тавони таъмин кардан бо барқ хоҳад дошт. قرب روبل روسیه شبانه روز گذشته کمی بلند شده، ارزش دلار باشد بی‌تغییر مانده است. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی قریب به 165 سومانی برابر است. $100 آمریکایی باشد تا 1000 سومانی عوض می شود.
قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 23 سپتامبر چنین تعیین شده است. بیننده عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود. تا هفته های دیگر خدا نگهدارتان.